قالت الملائکه، گفتن ملائکه ها، یا مریم، و برای حضرت مریم گفتن که ای مریم، ان الله، یقینا الله متعال، یبشرک، بشارت میدهد تو را، یبشرک، بشارت میدهد تو را، به کلمت، به نشانه منه، از جانب خود. یعنی وقتی که حضرت مریم بزرگ شد، الله متعال ملائکه را فرستاد، آمدن بر حضرت مریم گفتن که الله متعال تو را بشارت میده به داشتن فرزند، یعنی الله به تو فرزند نصیب میکنه. حضرت مریم گفت که چگونه الله مرا فرزند میده در حالی که ما ازدواج نکردیم، هیچ مردی با من نزدیک نشده، هیچ مردی وجود مرا لمس نکرده، چه قسم الله مرا صاحب فرزند میسازه؟ اینجا الله متعال ملک برش میگه که این هر چی که الله بخواهد امو قسم میشه. الله ذات قادر است که اگر بخواهد خانمی را بدون هم بستر شدن، بدون ازدواج صاحب فرزند میسازه. اذ قالت الملائکه یا مریم، یاد بکن ای پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی را که گفتن ملائکه ها برای حضرت مریم، ان الله، یقینا الله متعال، یبشرک، بشارت میدهد تو را، به کلمت، به نشانه منه، از جانب خود، یعنی به کلمت من الله بلا واسطه اب، ما بشارت میدهیم تو را به داشتن اولاد بدون پدر، بدون واسطه. اسمه المسیح، که اسم از این پسر کی هست؟ مسیح هست. مسیح عیسی بن مریم، اسم از این مسیح عیسی پسر حضرت مریم علیه السلام است. یعنی اسمش عیسی است، لقبش مسیح است. و نسبه الى امه تنبیها على انها تلده بلا اب، نسبشان به طرف کی داده شد؟ به طرف مریم. یعنی اسم از این پسر عیسی هست، لقبش مسیح است و پسر مریم هست. نسبتش میگه به طرف مادرش به خاطر داد که همگی بدانند که این بدون چی بوده است؟ بدون پدر بوده و نشانه از نشانه های پروردگار هست. وجیها فی الدنیا والآخره، وجیها یعنی سیدا و معظما، این پسری است که الله متعال اینها سید هست در دنیا و در آخرت، معظم هست، سید هست. و من المقربین، و از مقربین و نزدیکان هست، عند الله، در نزد الله متعال. و یکلم الناس، خصوصیات حضرت عیسی علیه السلام را بیان میکنه که الله متعال به حضرت عیسی علیه السلام کدام معجزات را داد، این معجزات را بیان میکنه. و یکلم الناس، و صحبت میکند با انسانها، فی المهد و کهلا، در طفولیت و در بزرگی. زمان حضرت عیسی علیه السلام حضرت مریم حامله شد، داستانش به صورت کامل در سوره مریم بیان میشه. زمان حضرت عیسی علیه السلام الله متعال بدون پدر، بدون واسطه حضرت عیسی را در بطن حضرت مریم علیه السلام بزرگ ساخت. وقتش پوره شد، وقت وضع حملش، الله متعال برای از این محل را نشان داد که تو در فلان جا برو این طفلت را به دنیا بیار. طفل خود را که به دنیا آورد گفت که پروردگارا، محالی را که به طرف شهر ببرم، به امی محلی که حال محل سکونت محض ببرم، برای مردم چی بگویم؟ الله متعال گفت که تو هیچ صحبت نکو با مردم. حضرت مریم طفل را که به دنیا آورد، در آغوش خود گرفت، آورد. معجزات دیگری هم وجود داشت، کرامات دیگری هم دید، مانند او خرمایی که از درخت خشک الله متعال برای از او خرما داد. خو حرکت کرد به طرف شهر. زمان آمد ایره مردم که دیدن حضرت مریم را متهم کردن به عمل منافی عفت. گفتن که ای طفل تو چگونه تو خدمتگار کلیسا و خدمتگار عبادتگاه الله بودی که در اونجا هم خیانت کرده.
این متهم به خیانت کرده. حضرت مریم هیچ چیزی نگفت، چون الله برش گفته بود که تو پاسخ نتی، صحبت نکنی با کسی. بالاخره از پیشش پرسان کردن که این طفل از کجاست، این طفل کی هست، از کجا کردی ایره؟ فاشارت الیه، حضرت مریم به طرف خود طفل اشاره کرد که از خود از این پرسان کنی کی است. اینها گفتن که این سر ما تمسخر میکنه، ریشخند میزنه، این ما را به مسخره گرفته. وقتی که حضرت عیسی به طرف طفل اشاره کرد که از خود از این پرسان بکنه، حضرت عیسی علیه السلام گفت که قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. ما پسر خدا هستم، ما بنده خدا هستم. قال انی عبدالله، ما گفت چی هستم؟ بنده الله هستم، برای ما کتاب داده شده هست و ما یکی از انبیای الهی هستم. این پس از این که حضرت مریم علیه السلام به طرف حضرت عیسی علیه السلام اشاره میکنه، در طفولیت این نکته را بیان میکنه. اینجا هم الله متعال که صفات و ویژگی ها و معجزات حضرت عیسی را بیان میکنه، میگه و یکلم الناس، این طفلی که اسمش عیسی هست و در نزد الله سید و معظم هست، از جمله مقربین الله متعال هست. و یکلم الناس فی المهد و کهلا، همچنین میگه که و یکلم الناس، این طفلی است که تکلم میکند، صحبت میکند با انسانها، فی المهد در طفولیت و کهلا در کهنسالی. امام زمخشری رحمت الله علیه میگه که و معناه یکلم الناس فی هاتین الحالتین کلام الانبیاء من غیر تفاوت بین الحال الطفوله و حال الکهوله. میگه معنای از این است که معنای یکلم الناس فی المهد و کهلا است که حضرت عیسی علیه السلام میگه که این کسی بود الله قدرت را بر ازی داد که این صحبت میکرد با انسانها در هر دو حالت، هم در حالت طفولیت هم در حالت بزرگی. سخنی را میگفت که سخنی که شایسته یک پیغمبر است او تو سخن میگفت. در طفولیت هم پیغمبرگونه صحبت میکرد مانند بزرگیش. ولا شک ان ذلك غایه فی الاعجاز، شک نیست که این نهایت اونمو اعجاز را نشان میده. و من الصالحین، و این حضرت عیسی علیه السلام من الصالحین یعنی من الکاملین فی التقوى و الصلاح، این بنده است از بنده های الله که الله ای را بدون واسطه به حضرت مریم میده و این از جمله انسان های کامل در تقوا و در زهد هست. قالت، گفت حضرت مریم علیه السلام رب پروردگارا انا یکون